السلام علیکم برادران و خواهران گرامی، امیدوارم صحت و سلامتید انشاءالله. برادران و خواهران گرامی، پیش از آن که موضوع را سر کنیم، لایک، کامنتاریا و نوار با دیگران روان کنیم انشاءالله. برادران و خواهران گرامی، امروز جمعه است، یکی از بهترین روزها در هفته. دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی هر یک برادر و خواهر را حفاظت کنه، حفظ کنه و دعا میکنیم که آن شخصایی که مصیبت دارن الله سبحانه و تعالی مصیبت از سرشان دور کنه انشاءالله. برادران و خواهران گرامی، ما تصمیم گرفتیم هر روز جمعه برای آنهایی که احتیاج به کمک پروداکت دارن زبار بگشاییم. یعنی هستن اویلایی که در خانه‌شون کسلای دچپی دارن، هستن اویلایی که در خانه‌شون کسلای دارن که امکانیت کار کردن ندارن و ما همینا را خواستیم زبار بگشاییم و با پروداکت تامین کنیم. یعنی هر روز جمعه انشاءالله و در هر یک روز جمعه انشاءالله که برکتش خوبتر و بهتره و هر یک برادر و خواهر در همین اقدام، در همین کاری که ما تشکیل کردگی هستیم دعوت میکنم. هر یک برادر و خواهری که امکانی کمک کردن داره، به خاطر الله من نمره کارت را در همینجا میمونم. کارت‌های فوندی پیشرفت هستن انشاءالله و ما باوری دارم که این اقدامی که ما پیشه کردگی هستیم هر یک برادر و خواهر بی‌طرف نمیشه و دستگیری میکنه. برادران و خواهران گرامی، این کارت‌هایی که ما میمونیم انشاءالله کارت‌های فوند هستن و کارت‌های باوری نکن. برادران و خواهران گرامی، از هر یک از شما خواهش میکنم بی‌طرف نباشین و دستگیری کنین و انشاءالله هر یک روز جمعه که ما زبار میکشیم چی قدر سومی که جمع میشه، هر یک مبلغش اچات سپاریده میشه که همین روز جمعه همین قدر سوم جمع شد و بعد همین قدر اویله در کمک رسانیده شد. یعنی ما نوار میکنیم، اویلایی که کمک رسید نوار کرده پیشکش شما میگردونیم انشاءالله. با هر یک اویله 1000 سومان 1200 سومان برای پروداکتشون جدا کرده می شود انشاءالله برای یک ماهشون. و بعضی برادران و خواهرانی هستند که خودشون میخواهند کمک کردن همین اویلا را، بعضی اویلا را ما سپیسکا تیار کردگی موندگی هستیم انشاءالله. همایی که حقیقتا احتیاج به کمک دارن ما اینستاگرام میمونم، مراجعت کنیم و ما میتونیم که اویلا را پیشکش شما کنیم و رفته کمک کنیم. اینجا در نمره تلفنشون هم هستن و آدرسشون هم هستن، میرین میبینین و کمک خودتون میگذارین انشاءالله. باز میگم برادران و خواهران گرامی بی‌طرف نباشین. ما تصمیم گرفتیم همین اقدام پیشه کنیم و در یک جایگی ما میتونیم خیلی اویلا را کمک برسونیم. برای که هستن برادرایی که الحمدلله در یک ماه 3-4 برادر پیدا میشه، میگه که برادر ما در مثال داری 10 اویلا مقصد کم بزاید باشم و با پروداکت تامینش کنم. میشوند خیلی برادرها پیدا میشوند، حتی خواهرها هم هستن الحمدلله که چی میکنن اویلا را از ما میگیرن کمک میرسونن، لیکن کم است. مقصد در یک ماه اگر شود 30 اویلا 40 اویلا را کمک میرسونن و ما میخوایم همین را زیادتر کنیم. در یک جایگی بی‌طرف نباشین که چی قدر میتونه 10 روبل 20 روبل 100 روبل 500 روبل 1000 روبل قدرت به توانایی کسایی که باز میگم خودشون میخوان کمک کردن. من اینستاگرام میمونم، مراجعت کنید انشاءالله که ما چند قدری که اویلا در کارتونه پیشنهادتون میکنم و کمک رسونید. این اویلاهایی هستن که در خانه‌هاشون مقصد کسلای دچپی دارن، در خانه‌هاشون کسلای دارن که امکانی کار کردن ندارن. هستن اویلایی که مقصد بی‌وزن هستن و کودکای مایده دارن، امکان ندارن که برایان کار کنن. هستن اویلایی که در آبشیجیتا خوان، هستن اویلایی که مقصد در کوارتیرها زندگی میکنن. همینا را در یک جایگی خواستیم کمک رسونیم و انشاءالله هر یک روبلی که شما میگذرونین هر وقت اچاتش به پروگی سپاریده میشود و اما اویل‌هایی را که کمک میرسونیم انشاءالله ویدیو نوار میکنیم پیشکش شما میگردونیم. بی‌طرف نباشین به خاطر الله. سلام علیکم و رحمت الله.